妈继续演戏او将上下而求索هرچند که دشواری ها بسیار است لیکن من در این جای خودم نمیمونم و پیش همیشه به پیش میروم. این شعاری من بود در رفت مسابقه. این همان دخترک می باشد که در آزمون سطح جهانی مقام دوم را کسب نموده است. مونیسا نامش بوده. دانشجوی کورس چهارم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفارов است. وی بهترین داننده زبان خطایی در سال 2021 در سطح جهان گردید. میگوید که در آزمون پول چینی که بیش از 6 ماه دوام کرد، طریق آنلاین اشتراک نمود. میخواست جای اول را اشغال نماید، اما برای این سست بودن سرعت اینترنت خلل ایجاد نمود. سبب اساسی که جای اولین را گرفته نتوانستیم این هم باشد همین سرعت اینترنت پس بودنش بود. چگونه که میدانید طرف ما اینترنت نه آنقدر سرعتش بلند است. این مسابقه امسال به طریق آنلاین گذشت. این طلبات این مسابقه سرعت بلند اینترنت بود، لیکن متاسفانه ما نداشتیم. همین گونه جای دوم شدیم. ما بین 5 سکند به جواب گیرند بوده و لیکن اینترنت یک بار شخص شد و نشنیدن وقت گذشته رفت ثانی نتوانستیم. نشنیدن به حساب نکردن دقیقه حساب نکرد. مسابقه پول چینی 6 ماه از ماه می تا سنه 20 اکتبر دوام کرد. در آن نمایندگان بیش از 120 دولت جهان اشتراک نمودند که آنها بهترین دانشجویان زباندان بودند که زبان چینی را خوب از خود کرده بودند. اما دانشجو دختر تاجیک توانست دوام 30 سال استقلالیت تاجیکستان اولین شده در آزمون سطح جهانی مقام نمایان را کسب کند. از 120 دولت 30 دولت را انتخاب میکنن، یعنی که 30 نفر زباندان بهترین را انتخاب میکنن و من صاحب شدم به این 30 نفر درانی 30 نفر دارم. اتبی آینده این بعده باشد از بین 30 نفر زباندان بهترینه که از هر جای عالم آمده است 15 نفری آنها را انتخاب میکنند و این 15 نفر همچون فینالیست ها می باشند. فینال این مسابقه می باشد و من صاحب شدم به این درونی 15 نفر درایم. این مسابقه 20 سال نیست، 20 سال طولی 20 سال هر سال برگزار می‌گردد، لیکن یگان بار تاجیکستانی ما از دولت ما یگان نماینده جایی سزاوار انتخاب صاحب نشده است. لیکن این سال خوشبختانه ما سزاواری این جای دوم شدیم. البته افتخار دارم. طلبات‌های آزمون این پر دانستن زبان خطایی بود. سوال‌هایش موضوع‌های گوناگون را در ساحه‌های مختلف فرا گرفت. میگوید قهرمانی گزارش ما مونیسا نارزولویeva. مثلا اوید به فرهنگ و ادبیات، کالیگرافیا و میفولوژی بیشتر سوال‌ها وجود داشت. اسلام رحیمов، دکان فاکولته زبان‌های شرق که مونیسا در آنجا تحصیل می‌کند، میگوید که برای به دست آوردن این عنوان بلندترین جهانی دانشجو همراه متخصصان تا نیمه شب کار کردند. ملکه دانشش را مستحکم‌تر نمودند. آموزش آنها تا ساعت 2-3 صبح ادامه کرد. محض همین مشقت بود که یک دانشجو دختر تاجیک در سطح جهانی زباندان بهترین اعتراف گردد. و یک خصوصیت دارد. همین یک ایروگلیف را می‌بیند، با یک بار دیدن الکی در خاطرش ثبت می‌شود. این قابلیتش هنوز از کورسی یکم از روزهای اولی دانشجو بودنش احساس کرده بودیم و معلم ها مقرر با او بیشتر کار میکردند، زیرا که مثلا خاطری مستحکم داشت و در برابر مثلا ایروگلیف های از یاد کردن، یعنی در زبان چینی یکی از مشکل ترین راه آموزش این آموختن ایروگلیف ها هست که هر یک کلمه یک واژه‌نگار خودش دارد، یک علامت خودش دارد که در این سمت از آوان ابتدای دانشجویش خیلی فعال بود. امروز با گروهی از دانشجویان و استادان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفارov واخوری برگزار شد. واخوری آنها با مونیسا نارزولویeva بود که از موفقیتش گفتند. در این چاره‌بینی دانشجویان، استادان و مهمانان دانشگاه کنفوتسی اشتراک نموده از مهارت بلند زباندانی مونیسا گفتند که او دشوارترین زبان را، یعنی زبان چینی را پرره با نازکی‌هایش از خود کرده است.
ҳадафи мулоқот ин муаррифии чеҳраҳои нав дар самти забономӯзӣ ва талқин намудани донишҷӯён ба илму дониш буд. مونیس خیلی سر حرکت و سر غیرت نسبت خود است و اون وظیفه هایی که از طرف استادان به او سپاریده میشد تیز از اجرایش میبرآمد و اون را به خوبی هم درک میکرد و اجرا میکرد و از این پیداست که امروز این دانشی که گرفت از زینه اولی نمان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов که استادانی وی با او کار کردند. ҷоизаи ба даст овардаи Муниса Нарзуллоева ин таҳсил давоми 1 сол ба донишгоҳи дилхоҳи ҳудуди Ҷумҳурии Халқии Чин аст, ки он пурра ройгон аст. Муниса ин ҷоизаро метавонад давоми 3 соли оянда истифода намояд. Ҳамчунин вай ифтихорномаи сатҳи ҷаҳониро ба даст овард, ки ягон донишҷӯи тоҷик то ин дам ба даст наоварда буд. гузориши Мафнӯшкор ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилооти Хабар.